Diktatörün çıkış mı? Sağ olun Padarcığım. Söz, diktatörün söz. Zindagi söz ama taraf söz, kol bunu söz. Zindagi söz. Şükür, şuna az Padarcığım. Bir kış olmadı. Çaşmurat aşk kolu, çi temci mi? Çi çarı giremek diktatörün. Ne? Bundan çok sağlamak aslan ku. Ben fakat basmam işi başına. Ne çıkam ne çıkam. Ne başmak üzere. من زندگی قطعی تو بیزار شدم قطعی تو برای زندگی کردگی هم یک ساعت در روی میکنی من نماز خونم. آدم نماز یک ساعت بخونه بخوابیره روزی دروز لغ کنه بسکسه یک دره در پیش در یک ساعت میستی تک 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 ای مونیز استاد بیشتر پا درست کنم میگه کی همه چیت خوگ نیست زرک این آمده ای سرت مون آمدن ای چیه؟ ای چیه؟ همین انگور برای من میاری؟ تامونده کی نمیخریم چلی انگور آوردگی ما کو این تامونده نیست اگه قدرش موندگی خب انگور آوردگی ما کجاشی آخه پسرتون خود نخواهم میگوده که همین قدر چیز بخوره هی قطعیت زندگی کردن در جانم زد دیل من گرفتی لعنت با اون روزه که خط ما ویله داشتگی هم دفشت هیز یک بار باشه دو بار باشه تا چی گیرم بکنی خیلی باشه تیز بدق نشو چه کی را زنگ بزنم به پول موندم اوه یک کلاک داشت بباید زنگ اثر جان الو سلام جونی من سلام علیکم سازی جونی من خوبی سلامتی خوبه بدگی جان خود در همی خونه مخی انا میزنه که ابلت در جانم زده یک روز نیست که من یک چیزی با مزه بخورم
من اصلا اترخم ساز میکنم. این چیزا من خیلی پیش انتظار دارم. من حتما میام. من انتظار دیدار شمایم. دستای نازنین شما رو من یاد کرده گیرم. مایلش. خوب جون من میبوسمت خیر. مایلش. انا حاضر میرم تمام خرسندی و خوشبختی زندگی من قطعی میگذرونم. من اصلا یاد ساز میکنم. از من پلیت را بگیرم تا خودت ساز میشه. تماشا. شما میرین؟ من خوراک میخورید تو انا جمع سیرم. تو برختن ما چیکار داری؟ آخه گفتم من خوراک میخورم. خوراک ای سرت مولا. ما کار میرم. من گفته شما رو درز مول کرده گم بیارم. یگان لباسی تو در ما دیگه در کار نیستی. انا می کرتای دیروز داره با میپشون میرم کار. فهمیدی؟ من یک دقیقه ایسته ببینم. شما اینو ناز میبینید که؟ سلام پدرجان. همه خوب است؟ همه تیز؟ همه سوز خوب. این طرف نگاه کرده همه خوب است. ولی بارها رو همه رازانید جوابجو کنید مایلش. مایلش پدرجان. همه بار رو قبول کردید؟ همه 100% قبول. همه تیز همه سوز. اون کس نامد می؟ نه اون کس نامد. بارها اومدن قبول کردن. اگر اون کس اومد با من زنگ زنید مایلش. مایلش پدرجان. شما اینجا رو بینید جوابجو کنید. من از پای دیگر کار میشم. مایلش پدرجان. مایلش. خواهید چیزی شد با من زنگ زنید. مایلش پدرجان. درمی زندگی درنمی اولاد ای جو سوز میشن. حالی ما با آدم سوز موننده. چی شد با؟ همین زنک دیل ما گرفته نمیفورم دیگه قطعی زندگی کنم. برای چی؟ آخی نه یک خوراک نه یک طرز لباس پوشی نه یک افت نمود. خیلی همین ایسر تو پشت کم بودیه. کیفیت زندگی را نمیفهمم. زیخ نشانه وقتی زیخ شده نمیفورم زیخ پیش میام بیرون. گنده مونده شما. ای روزه که شما را ایگان بو میکنم وقتی در شما زیاد نیستم.
بچه جان تو چی شده؟ چی شده بچه جان؟ بچه جان بازی ساز میشه بچه جانی بازی ساز میشه بچه جان چی شده؟ بازی ساز میشه بچه جان بازی ساز میشه بچه جان جانی بازی دارو میخورم بچه جان ساز میشه بچه جان برای برای بعد میدیم اینا نومش گیره گوشش کاش همون همسر ما کیه خیلی مردمش کجا دایی وقتی پیش من آمده نمیروش 4 میکنه که زنگ نزنم چی کنم مردمه خدا جان من چی کار کنم خدا جان من چی کار کنم خدا جان من چی کار کنم بسیار بلند رفته است ای خدا جان سخت در داره سرد بچه جان بیار بگو بریم عصبون ایران که موضوع بحث کنیم که جایی که خودت گاب زنمی ای سر تو پوتیم طرف پول تو چرا میکنی که جایی که معقول باشه برای شما میریم چیه؟ ندارم تینجای کو باردو؟ چی گپه؟ مزهشون نیست چو کرده؟ اخیرم باید که گروهاشون رو میگرفتم اجای کل منو ندادست کرد چه همین؟ چه روشید مدارتی بیمون راست؟ تو چی با یک دهنگه با هم نمیگو؟ مشکل نکنیستم بخی سلامتی مادر شما با ما هم مهمه با پول مو در کار میشید باید ما را زنگ میزدی نمیدونم مشکل نکنیستم بازی بود کدی کم دیوتا؟ نه اونو نگرفتم نماشون چند سال در کاره؟ همون سر سمیاسم کنید ما اینجا ده 200 سومنه گیر از جا امروز مروه یگان جا نمیریم برا مادر تا تبابت کن انشالله که نه چید بعد یگان جا میریم گوشی استراحت میکنیم دم میگیریم نشه مالش خیر مالش تو بازی خیر مالش احتیاط کفته خوب الله هاجم چه کردی؟ ها سمو را گرفتم خیلی میدونی که با یک خواه یک خواه کلا سموش همه خیلی گرده زمینه میره یگان جا دم گیریم خب بیا خیلی جانی من در اینجا جدا دارم در موبایل زنگ زده سه وقت جان خب مادر بهونه دیدار یار غنیمت کجایی در هایینا میکنی؟ تو ما چی میخوایی؟ ها؟ بر اومدن مرا چه قشی در خونه؟ یک چند سوال برای چی ور من زنگ میزنی؟ آخه پیسرمون کسل شد یه بار بینه چی در تاثیر دارد برای یک پسر بیمارش از شرط من زنگ زدن تو عقل نداری در تو اپتیکا نیستی او ممبری بخوام بگیری آخر از شما اجازت نپرسیدم کو تو باید در زندگی ما فقط غرامتی تا میخوام دیگه گوده که روی میکردی اپتیکا یا دوره یا پوره سری قافته میگرفت میوار قطعی یک گوده که در زندگی ویش نمارا مونده میکنی امروز یک جون در میکنه پگه یک جون در میکنه کودکی خریده من زندگی قطعی شما بزار شدگی هم ایستاد مون ایستاد نه بازی من زنگ زنم زنگ زد تینجی باشد الو سلام علیکم دختر جان السلام دادا جان چی خیال شما نغز اوزاد خسته می نماید دختر جان تینجی می خسته گپ زدید سودید نغز گپ زنید
سوز همه تینج؟ خونه تینج است؟ ها مو هم نغز داده جان ساز ها داده نیست رفتم کار برفتم داده جان شما چی خیلی مادرم چی خیلی تینج همه بردم نبره من چی خیلی؟ تلفونی آورده همراش صحبت کنم؟ نیست داده جان همیشه با خوب است خوب کرد حاضر خوب کرد خیر مالش تشویش نده من خوب کند نمیره ایمان همیشه با خوب است شما خسته آوازت خسته مینم دختر جان نه آوازم هیچ چیز نیست داده جان اونچه نیست خوب است کمتر با شما پس ما شدم خنده همراه من خنده قدی گپ زن من خرسند میشم مایلش دختر جان مایلش همه خوب باشد مایلش مایلش داده جان عزیزا زندگی به درجه مونده ایم کرده که این روزی که من قطعی گذارم حیات دونه میبرویم خرسانو میگم دود بزنم عزیزا قطعی تو خرسنده نخیر؟ ها خرسندیش ما خرسندی مای این زنک ابله باز زنگ زده سای عزیزا جون بیا ما برام که چی کار کردی سه در جونی من زد نمیشود دیگه زندگی خطی کردن راحتی خطیت دیگر عزیزا جون خرابه و تینج کنن ما پاگه میبینیم مایلا جونی من جای هر وقته وعده که امروز تو آخر نرسید فردا برسه مایلاش خیر رفتی شما برداشتیم تلفن شما را کی جز آخه شما نبرداشتیم ما برای می رفتیم ما را کی جز داد خیر جان تو چی کار میکنی؟ در بیرون دارو را بهانه کرده والا نگاه دارو را بهانه کرده چی کار میکنی؟ آخه بر بابای در کشوبی هوای کسالای کودک بیماره آخه من زنگ زدم یه بار تلفن دادم بینه من بسیار زدم من زنگ زدن تو بزار شدگی ها یک بار بوده کسر شود دو بار کسر تو دیده که شوهر دادو را دور بودن شوهر استفاده میبری ها؟ نه کودک کسالای آخه تو هم بودن در جون من زده جب چه خونم بزن دور آزن کی باید تردن با کنگه سر کرده کی تی کار سر کردی ها شوهر تا در دور میبینی چه باری تو زنی یک کسافه من زندگی قطعی تو بیزار شدم قطعی تو برای زندگی کردگی هم
Selamünaleyküm. Tamam bia. Hadi Sercan söz itinci. Şalmete söz. Kuru söz, ne gör söz ama taraf söz. Jom oldu ya ki be hotel. Hamı tak güzaştam guftam ben sarı kıdam haber girem. Söz kardeşim. Zanak. Abi dıktarçam dar xobandar olmadı guftam ya bilen ku kim oldu kim ha? Söz hamice da söz ay. Söz ay. Şimdi ki tabatom xiranes xubasam. Padarcığım. Dıktarcan çıkış mı? Aslan padarcığım. Söz dıktarcan söz. Ne gör söz ama taraf söz kol bunu söz. Ne gör söz? Şükür şunas padarcığım. Bir kış olmadı. Çaşmurat aşk kolu çikinci mi? Çi çarı giremik dıktarcan. Ne? Bundan sok salamat astam ku. Ben fakat basmamış boş. Keçi gavle çıkan. Ne başmak üzere. Man olmadan man yak lahzam bayım roh güzaştam xostam şumuro. Sari kadam haber giren dıktarcan. Girene kule dıktarcan. Ham başmak üzere. Ham söz meşeva. İkinci ham söz az. İkinci söz. Güzel kadar. Davani gabol tam boşat gavne. Sizden boşat. Oo başçacı liman kaloş das. Yak seni. Ya bir yak ya. Ay kaloş das. Yak hani ne baro çıkamedi. İn baro tarafta yak baro khadam khiya. Hat Sercan liman. Kaloş das ko. Jo söz. Ha? Khondano çıkı. Ha? Ama söz. Ha şerro raziyot kadi. Ha? Rangi boboş korgari kalon şabi ha? Korgari kalon. Kalon ha? Amin. Parvardigor یک کارگری کلان شدی خداوند نگهبان باشه الله اکبر. زنگلو. دویده یک خوراک تشکیل. دام در کاری خداجون. یک دقیقه. من سری قدم آمدم. من حاضر نهاری کردم بودم. اینجا بیاشین. من همراه یک صحبت کنم میرم اون. او پدرجان چی خیلی میشه؟ هیچ گپ من همه چی خوردگی در خونه شما. من یک احوال پرسی میکنم و همین دخترچه‌ام رو ببینم شما رو ببینم خرسند میشم. همین نواسم رو ببینم خرسند میشم برام آدم میرم. باور کنید یاد کردم شما دختران دیگه ساز زندگی ساز گیره نکنید دختر جان شما همش میگذارد من میدونم که چند ماه اومدم برای شما زیق شده هیچ وقت گیره نکنید هیچ وقت فقط خرسندی کنید خرسندی از همه چیز بی‌بهاست یکدیگر رو حرمت احترام کنید یکدیگر رو حرمت کنید احترام کنید هیچ وقت جنگ و جنجال نکنید جنگ و جنجال عاقبت ندارد بی برکتی در خاندان میشود فهمیدی بچه جان خدا یک در حرمت کنید احترام کنید برکت فیض و برکت در همین خانه میریزد فهمیدید دختر جانی من زیق نشوید گریه نکنید من ساق سلامت هستم اگر یگان خدمت باشد من برای شما تیارم یگان خدمت باشد من خدمت میکنم برای شما هم تو هم فرزندی من هستی اینم فرزندی من است اینم فرزندی من است من میخوام که شما همیشه خرسند باشید از در که در اومدم چهره شما همیشه خرسند باشد در لبان شما خنده باشد من یک قبط گوشت در تنم میگیرم که شما خرسند هستید خداوند همه شما رو نگهبان باشد من کمتر وقتم تنگ است داماد عزیز مرا کسی انتظار است برای همین شما رو دیدم خرسند شدم خوشبخت شدم انا انس جان من ای جان بیا بغل بابا بغل من بیا سر جان من اینه کلونک شده اینه دستیاری ما میشد
یک دعا برای همین انس جان. خداوند پروردگار 18000 عالم صاحب علم و معرفت و دنیویش کنه پروردگار کلام شود صاحب وظیفه‌اش کنه پروردگار چی آرزوی هوسا داشته باشد و همه آرزو هوسا برسین پروردگار در خانه شما خرسندی خوشبختی باشد فیض ابرز و نحس بخیزون پروردگار همه شما را به مراد و مقصود برسونه صاحب با یک فرزندک دیگر دخترچه صاحب جمال تو کنه پروردگار و چی آرزوهایی که داشته باشیم پروردگار عملی گردد خدا اصل و جنگ و جدال در این خاندان نباشه الله اکبر خیر پسر جان من خیر دختر جان شما زیگ نشوید ان شاء الله نصیب من همراه مادرت میآیم با ان شاء الله نصیب صحبت میکنیم انا این انس جان رو گرفته به خانه بید میداش یک روز بیتون خیر یک روز بیتون در سر درسخون نشینیم یک چپچپ کنیم با خانه تو کم کم دیر میختم خبر نمیگیری هم برای چی بیتون خبر گیرید مالش خب مالش شما خیر دوباره جان من رفتم خیر انس جان زنده باشید به دختر جان بگو شما زنده باشید دختر جان اینجاست همه خوب است همه نقص همه سو همه نقص داده جان نه شما من روش شک بزنید اگم نه همه نقص داده جان انی خام داماد هم نمیدید نه داده راست نه من خوب داده جان من خوب خیر من دختر جان زیر نشم مایلش من میایم خبر گیری چیزی شد با من گپ زد خوب داده مایلش خب خداوند نگهبانتون باشه خیر داماد مایلش خب خب انس جان مایلش خب کلام شبا اوچم با سلام گوید من با سلام بید ابزته با خونه بید مایلش خب مایلش زنک میدونی چی؟ چی شد؟ خیزید شما چرا شدید خیزید؟ هزاران بار بخشش من نفهمیدم که در زندگی یگانه نفری که همه وقت در فکر ما هستید تو و فرزند نازنینم هستید زنک جان هزاران بار شکر من نفهمیدم که در خونه فرشته بوده است اما من درک ندارم هزار رحمت با همه ابناتون شکر هیچگاه من دیگر شما را ترک نمیکنم از پیش شما ذره دور نمیرم با یگان دختر بیگانه عشق ورزی نمیکنم چون که از این روز از این لحظه اعتبارا همه خوشبختی زندگی ما تو هستی جان و جگری ما تو هستی هزار رحمت خدا را هزاران بار شکر که چون این زنی مهربانه نصیب من کرده است اگر نمی کنی گریان مکن مرا